سلام و درود بانک و واجهام مرچی ماپدا آریان تیوی بلوچی برنامه گپ پتران یک برنامه ویژه است در رابطه با اعتراضات بلوچستان و اعتراضاتی که همشهن شروع بیتگن بلوچستان و عزیز مهمان گم و همراهیم واجه بهرام خان میرلاشاری. ما کوشش کنیم در ادامه دیگه واجه هم تماس بگیریم گومت همراهش بکنیم در رابطه با اعتراضاتی که ان شروع بیتگن. اعتراضات همه وڑا که به هر حال مختلف خبرگزاری و کانال های خبری هم آد کیگند شنکه پهره یا اما ایران شهر انو تظاهرات شروع بیتگن و مردم به سمت فرمانداری پهره حرکت کتک و انو نزدیک فرمانداری رستگن. ما خبران دنبال کنگاهیم. البته دیگه خبر دنینگا در رابطه با سرکوب اعتراضات و شام دست نرسته، بله بلوچستان تو که بلوچ معلوکا ثابت کتا یه چند هفته اخیره که آیان عقب نشینی نکنند و هفتک به هفتک آیانی تعداد گشتر بگیند. سنگت ملک واشاد که یه برنامه به هر حال شما هم موضوعات بلوچستان دنبال کنگاهید لحظه به لحظه و انچو که شما در جریان انی شهرهای مختلف بلوچستان تظاهرات برگزار بگویم و ویدیو که منتشر بیتگن در رابطه با تظاهرات مرچگینا پیش دارگان که صدای تیراندازی ماموران آیگند. شما میواسطه توضیح بدید در رابطه با اعتراضات اینی که مرچی بیگویند و اشته که حکومت چی واسطه بلوچستان تو که اما اعتراضات شروع بلا فاصله چه تیر جنگی و تیراندازی استفاده کند. مروچی سلام و درود بشم ما سجنان که آریان تیوی گام مروچی تظاهرات و سرتاسری تغییرات گوشت کنه تا زایدان بگیر تا که بیاد مرز سرباز و پیشین راست که هم پاره و هم سراوان درستیه این تقریبا تک و پهناتانی که بلوچستان هستن تظاهرات مروچی هستند دیگه که ایشی گشته هنگی اگه مروچی ماشه بیچاره که مثلا اگه مروچی نه ایشی تا شاو بیتگن تو تا شیخ شان برخورد همیشه گو بلوچستان ترونتر بیتا و تروندی ده حدی بیتا که هنچو که شما گوشت تیر و توپنگ این کار مرزه بیتا یه تظاهراتی که مثلا تو زرشانی کنه آیی به شکل مسالمت آمیز یعنی تو سلطلبی با خواهد دهنا تا اوشه که مثلا ما اوتی حکال لوتو اوتی مطالبات لوتو بله اینشا همیشه سعی کتا گو سلطرین رفتارا گو بلوچ مردم بکننتی نه تیو که بلوچ مردم و درستگی اقلیتانی که ایران تو که هستن ملتانی که هستن چون ما بیچاره آوازا که این آوان ما این 98 دیگه چه کاری ما اینی یک جنوساید یعنی مثلا یک اینم تایی گوشت بود کنه که این جنایت جنگیه مثلا مردم یک این نظاری توکا اما کلان توکا مردان این تانک و مسلسلان گماجتنده و هنچو که ما بلوچستان گنده بلوچستان مثلا شن که شان تورسم گیشترین شانی شک زانگان که این جنبشان چه که بلوچ یا باقی اقلیتان ما گپا بزنن گیشت ناراضه همیشه کرا دارک بیتگن و پدایشانی سعی همی بوده که ما اگر ایشان بجنه این اقلیتان شانی توار اینچو چیست نبیتین یا این ملتان توار چیست نبیتین بله آیا نزانته که مروچی روش فرق کنته گوه 40-50 سال پیسر و 40-50 سال پیسر مردم آداب رسانه ای نبیده آداب چیزی نبیده که مردم تی دهنا بوشنده گپا آرچی ما اگر ما بچار 57 این انقلابات 50 بازی مردمی سرپر نیتن که بلوچستان چه اتفاقی که فقط تهران چه اتفاقی که میگن تهران مردم سرپر نیت بلوچستان چه اتفاقی بله مروچی که دنیا یک اوگانده دنیا تا دنیا دیگه ایبتر این مردم زیت یعنی یک ارتباط گیری کد کرانته و یک حالا هم زیتر صحیح بانته و پد مردمان انبستگی هم گشته بیتر نسبت به پیسرگی اندابا که این مردمان اتحادی انبستگی چه که به پیسر جمهوری اسلامی سعی کتا که بلوچا ما که استقلال طلبی بچند تو وقتی زبان تجدید طلبی بشیدیم بله چه که هیچ کس وقتی سرزمین تو که تجدید طلب بشه که نبیدین که اما بلوت جدا ببندین بله یک گپ جتا گن بله این مروچی زانگان مردم نه مردمان درستن درد مشترکی
و این مردم گشته همدیگه را پا جا آرگان درست دولت گشته لوتگن که او شونت گما رفتار بکن چه که آیا میشه فکر همشه که بلوچستان که رنگ و مرد دنیا این چون نزانته که من آدم رفتار کنم. زندگ بات واجه ذهن دینی شما با وشی توضیح داد و سنگت ملک ذهن دینی شما هم در عد 2 دقیقه چکمه بعد برنامه تمامه و تی تحلیل در رابطه با اعتراضات هم بگوشه تو ما خداحافظی بکنی برنامه تمام بکنی و یه 2 دقیقه بعد شما اختیاره. شما چطور گندگاه شرایط آیا امید برای تغییر رژیم ایران تو که به اندازه کافی هستین که همه تظاهرات بتوانند رژیم تغییر بدهند؟ سک باز که مروچی رژیم یه جای راسته که رژیم منیاله بنبست گیر کنه و مردم شک مردم مطالبات یه نه که رژیم ما را ونبا بداد یا رژیم جوابگو بیتی انی مرحله انقلابی مروچی آیان ضد انقلاب گوشک بنده این مردمانی که در آتکه مروچی مردمان انقلابی مروچی این مردمان لوتن این رژیم این سرنگون ببیته این رژیم بروته چه که این رژیم بیک ایچ دابا این رژیم چه که آوتی ایدولوژی شیعه دیما بارته این چیزا ایچ با درمانه نه که من بیام پدا گو مردم چه که آیا هنچین ادبیاتی نیه آیا هنچین مکتب یا نسیکتا آیا مکتب همیشه که همیشه مردم سرکوب بی جنگ بیته و همه این سلطرین رفتار گو کنگ بیته که هنچوک آخونده 43 سال بودن این مروچی مروچی یک مرحله چه اعتراضی وستگم این انقلابی رستگم و مردمان هم نننده مردم مروچی چه اما که کوچگی و دهات یا بگیر و تا کلگ یا تا که برو که مروچی مرکز ها این درستی مردمانی خواسته لوت مطالبات یک چیزی و شعارا هم یک چیزی هم. و مروچی هم ما گندگان بیسرا بلکه رضا پهلوی و ایشان هم فکر کرد که مردم شاه لوتن نه مروچی مردمان شعارا هم پرکن نه شاه لوتن تو نه شیخ لوتن مردمان هنی گپ یه چیزی بیته که یک کشور دموکراتیکی بیته یک سیستم سکولاری بیته و یک این آزادی کشوری که هنچون که دنیای دیگه یه ملکان که هستن این مردم آزادانه زندگی بکنن و مردم اتفاقی هم گشتر بیتن و ایشی یه که انگه از روم بشتسته ایشی که ما یه دو میرگنه که تا مرحله سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو زندگ باته